8 نشانه در بدن انسان که میتونه علائم این باشه که بدن به کمک نیاز داره. بدن ما مثل یک ماشین پیشرفته عمل میکنه و کارهای مختلف رو در آن واحد انجام میده. بعضی مواقع سیگنال و نشانه‌هایی رو از خودش نشون میده که اگر به آنها توجه نکنیم میتونه سلامتیمون رو با مشکل و خطر مواجه کنه. در این ویدیو این نشانه‌های مهم رو به شما نشون میدیم. شماره 8: بیخوابی و کمخوابی در طول شب، عصبانی شدن و زود از کوره در رفتن، همینطور گرفتگی عضله ساق پا. اگر شما این علائم رو دارید نشون میده که بدن شما به منیزیم و پتاسیم احتیاج داره. بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف میکنیم دارای مقدار زیادی از این دو عنصره، مثل گوجه فرنگی، پرتقال، موز و اسفناج. پس حتما از خوردنشون غافل نشید. همینطور اگر قبل از یک قرار ملاقات مهم و یا قبل از یک امتحان دچار استرس و ترس میشید و این مسئله در خواب شما اختلال ایجاد کرده و نمیتونید خوب بخوابید، یک تمرین خیلی ساده وجود داره که میتونید به راحتی انجامش بدید و استرس شما رو به میزان زیادی کم میکنه. این روش تکنیک 4-7-8 نامگذاری شده و یک تکنیک جامع تنفس که در درجه اول برای مقابله با استرس و اضطراب استفاده میشه، اما میتونه برای کمک به افراد در مشکلات خواب آنها نیز کاربردی باشه. ابتدا به راحتی 4 ثانیه از بینی خود نفس بکشید. 7 ثانیه نفس خود را نگه دارید و 8 ثانیه از دهان خود بازدم را انجام دهید. این یک روش ساده است و میتونه زندگی شما را تغییر دهد. اغلب بهترین ایده ها ساده ترین ایده ها هستند. شماره 7: خشکی پوست. این مشکل میتونه نشان دهنده کمبود ویتامین ای در بدن باشه. شما باید در رژیم غذایی خود حتما سبزیجات، آجیل خوشبار و همینطور ماهی رو قرار بدید. پایه و اساس نگهداری و رسیدگی به پوست خشک مرطوب نگه داشتن اون و تغذیه مناسب هست. به هیچ عنوان از لیف و صابون و ماسک‌های لایه بردار استفاده نکنید. میتونید 2 ساعت قبل از خواب لایه ضخیمی از کرم‌های مرطوب کننده و چرب رو روی پوست خود استفاده کنید. اجازه دهید 2 ساعت بر روی پوستتون بمونه و قبل از خواب با دستمال پاک کنید و به رخت خواب بروید. به هیچ عنوان بیشتر از 1 بار در روز حموم نرید و سعی کنید دمای خانه را همیشه مرطوب و خنک نگه دارید. شماره 6: میل به شیرینی. وقتی به طور ناگهانی و خیلی عجیب علاقه به خوردن چیزهای شیرین دارید، این میتونه نشون دهنده استرس و افسردگی و یا حتی خستگی و کوفتگی بدن باشه. از طرفی خوردن شیرینی و شکلات میتونه وزن شما رو هم بالا ببره و اثرات جانبی دیگه‌ای هم میتونه برای شما داشته باشه. پس بهترین کار اینه که در این مواقع از خوردن شیرینی پرهیز کنید و به جای آن شکلات تلخ استفاده کنید. شماره 5: اشتیاق زیاد برای خوردن بستنی. هوس بستنی تنها به معنی گرسنگی و یا به دلیل ناراحتی‌های احساسی نیست، بلکه میتونه از طرف سیگنال‌های بدن برای چیزی باشه که مدت زیادی اون رو در بدن خود نادیده گرفته اید. اگر متوجه شدید که میل به خوردن بستنی در شما زیاد است، ممکن است دچار کمخونی باشید. بهترین تامین کننده آهن در بدن انسان گوشت و مرغ است. با این حال بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنید. شماره 4: خونریزی لثه. آیا به طور اتفاقی و یا همیشه در هنگام مسواک زدن دچار خونریزی لثه میشید؟ کمبود ویتامین C در بدن یکی از نشانه‌های خونریزی لثه است. شما میتونید ویتامین C مورد نیاز بدن رو از طریق میوه و مواد غذایی مثل مرکبات، اسفناج، فلفل دلمه‌ای، گوجه فرنگی، بروکلی و گل کلم تامین کنید. شماره 3: مو و ناخن‌های شکننده. وقتی ناخن‌هایی داریم که همیشه شکننده هستن، بدن ما داره نشون میده که کمبود ویتامین B داره. با خوردن شیر میتوان تا حدودی این کمبود رو جبران کرد. علاوه بر اون یک معجون خوشمزه به شما معرفی میکنم که سرشار از ویتامین B هست. شما احتیاج دارید به آووکادو، موز، پرتقال، سبزیجات تازه و لیمو ترش. آووکادو یک ماده غذایی فوق‌العاده مغذی هست که شما بهتر اون رو هر روز در وعده غذاییتون داشته باشید. تمام موادی که اسم بردم رو داخل همزن بریزید و به اون مقداری آب یا آب میوه اضافه کنید و مخلوط کنید. در آخر مقداری آب لیمو ترش را به اون اضافه و میل کنید. نوش جان. شماره 2: وجود حلقه خاکستری اطراف قرنیه چشم. کم کم که سن افراد بالا میره، مخصوصا بالای 50 سال، ممکن است متوجه یک حلقه خاکستری در اطراف قرنیه چشم شوند که البته این بی ربط به سلامت بدن نیست و در مواردی هم به دلیل کلسترول بالا اتفاق میفته. ولی اگر سن شما کمتر از 50 سال است و این وضعیت چشمی را تجربه کردید، سریعا به پزشک مراجعه کنید.
شماره 1. سندرم کوتاهی انگشت شست پا. در این عارضه که به سندرم پای یونانی هم شناخته میشه، انگشت شست پا کوتاهتر از انگشت دوم پا می باشد. این وضعیت معمولاً در 10 تا 20% از افراد دیده میشه و باعث درد ران، درد پشت کمر و آرتروز می شود. برای درمان و کاهش علائم درد باید از کفش‌های مناسب و طبی استفاده کنید. این مسئله مهم است که کفش نیم سایز تا 1 سایز بزرگتر خریداری بشه تا با اندازه و بلندی انگشت دوم مطابقت داشته باشه. امیدوارم که این ویدیو به شما کمک کرده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً آن را لایک کنید و به دوستانتان معرفی کنید. کانال را سابسکرایب کنید تا از بقیه ویدیوها هم استفاده کنید.